درود به همه شما عزیزان. میخواستم این بحث دیدن ماه تازه رو، حالا ماهای قمری اسمش هستش، رو برای شما توضیح بدم که چجوری شما میتونید خودتون این رو انجام بدین و نیازی به هیچ بنگاه خبری نداشته باشین. امسال سال 1446 قمریه و رمضان میشه RMD، به خاطر اینکه به انگلیسی میشه رمضان و رمضان. وقتی که شما اینجا مثلا روی این کلیک کنید، اینجا به راحتی میتونید ببینید که نقشه جهان 28 فوریه استرالیا به هیچ وجه مون ویزیبل نبوده، فقط برای آمریکای لاتین دیده میشده و یه مقداری از آفریقا، و اینها مشخصه که ویزیبله یا نه. و برای ایران هم همونجور که میبینید غیر ممکنه دیدنش، ولی برای 1 مارچ تقریبا کل کره زمین مشخصه. حالا ادلید تقریبا میفته اینجا و احتمالاً هستش. بریز 2 مارچ که همه جا دیگه معلوم هستش ماه. به این وسیله شما میتونید برای حتی اگر امسال 1446 میتونید 9 سال دیگه هم مثلا ماه محرمش ببینید کی شروع میشه، رمضانش کی شروع میشه، شوالش مثلا کی تموم میشه. همه چی مشخصه. فقط در حالتی شما نیاز دارید بررسی بکنید که محل جغرافیاییتون تو این حالت قرمز و سیاه و سبز نیست. اگه تو این دوتا حالت آبی و خاکستریه احتیاج به بررسی داره، ولی احتیاج به هیچ بحث و دیدن و اینایی نداره. خب این یک وبسایت بود. وبسایت بعدی وایلی ودر هستش، ادرسش رو براتون میذارم. اینجا هم باز هر روز و مونش رو به شما نشون میده. میتونید ادرستون رو، سابقتون رو تایپ کنید اینجا و بهتون میگه که وضعی است. و اینجوری که میبینید برای 1 مارچ ماه حدود 8:37 بعد از ظهر ست میشه و چون خورشید 8:10 ست میشه، در نتیجه 27 دقیقه زمان هستش که ماه معلوم بشه در افق. بازم احتمالش 3%، که یعنی در واقع 3% ویزیبله، ولی خب میشه گفت که حالا معلومه، ابری نباشه معلومه. دلیل اینکه این ویدیو رو ساختم یه وبسایت دیگه ای بودش که google.com golfnews.com رو آورده که استرالیا announced the first day of Ramadan، و اینها این دکترها که همونجوری که اسمشون هست گفتن که ماه دیده شده. اینها احتمالاً یه سیاره دیگه رو دیدن، چون زهره و اینا میتونه نزدیک باشه، یا اینکه اینا ماه قبلی رو که هنوز تموم نشده بوده دیدن. همونجوری که اینجا دیدیم، اینجا میتونسته ماه روز قبلش رو ببینن، یا حالا هر اتفاق دیگه‌ای که تو ذهنشون بوده رو